مقایسه آنریل انجین و یونیتی جزء بحثاییه که همیشه همراه بازیسازا بوده، مخصوصا اون کسایی که میخوان تازه مسیر بازیسازی شروع کنن همیشه مردد موندن که آنریل رو انتخاب کنن یا یونیتیو. بالای سرشون یه علامت سوال خیلی گنده است که میگن این دوتا چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. بنابراین رفتم سراغشون تا بیس اصلی مکانیک یه بازی سوم شخص هکن اسلش رو داخل هر دوتاشون پیاده سازی کنم. اینجوری میتونیم بفهمیم این دوتا گیم انجین خفن از نظر ساختاری چه تفاوتایی با هم دیگه دارن و اگه بخوایم یه چیزی رو به صورت کاملا یکسان داخل جفتشون پیاده کنیم چه فرقی تو پیاده سازی میبینیم. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی یادت نره بازیولوژی رو سابسکرایب کنی و همراه من باشی. اول بریم سراغ یونیتی. طبیعتاً اولین چیزی که بهش فکر میکنیم کاراکتر کنترلر بازیه که یونیتی تا قبل از اینکه تمپلیت جدید سوم شخصش رو بده این کار داخلش واقعا یکم مشکل بود، اما اخیراً کار ما رو راحت تر کرده. پس باید یه پروژه توی یونیتی با تمپلیت جدید سوم شخصش درست کنی. حالا بریم میگزامو یه انیمیشن اتک شمشیر دانلود کنیم و وارد یونیتیش کنیم. یه سری تنظیمات لازم رو انجام میدیم و انیمیشن اتک رو به انیماتور پلیرمون اضافه میکنیم. یه نکته مهم اینجا وجود داره. انیمیشن رو باید به صورت لایه‌ای به انیماتور اضافه کنی تا پاهای کاراکتر رو از اون لایه فاکتور بگیریم. در نتیجه زمانی که کاراکتر راه میره بتونه اتک بزنه و با اجرای انیمیشن سر جاش متوقف نشه. حالا سراغ کد نویسی بریم و میگیم با دکمه چپ موس انیمیشن اتک روی کاراکتر اجرا بشه. خب الان ما یه پلیر داریم که میتونه این ور اون ور بره و با زدن دکمه چپ موس به دشمن حمله کنه. حالا وقت کاراکتر دشمنه. از همون مدل پلیر یه کپی میگیرم و مواد لازم رو بهش اضافه میکنیم. مواد لازم: یک عدد کپسول کلایدر و یه قاشق نفش ایجنت. انیماتورم که از اول داشته. یه اسکریپت هم به اسم انمی ای آی براش درست میکنیم و کد بیس هوش مصنوعی رو میزنیم تا دشمن بتونه پلیر رو تشخیص بده و به سمتش حرکت کنه و وقتی نزدیکش میشه وایس و آماده حمله بشه. الان ما یه دشمن نیمه هوشمند داریم که میتونه پلیر رو تشخیص بده، ولی خب عین هویج فقط ما رو نگاه میکنه. فعلا تا اینجا خوبه. حالا بریم دوباره سراغ پلیرمون. الان باید کاری کنیم که وقتی پلیر اتک میزنه دشمنمون هیت بخوره. دست راست پلیر رو پیدا میکنیم و یه اسفیر کلایدر تریگر شده به دستش میدیم. یه اسکریپت انمی هیت هم براش مینویسم که تشخیص بده وقتی به دشمن حمله میکنه شمشیرش حتما به دشمن برخورد کنه. حالا همون انیمیشن هیتی که به پلیر دادم به دشمنم میدم که وقتی پلیر شمشیرشو بزنه حس ضربه خوردنم پیدا کنه. وقتی میخوای با کد توی یونیتی برخورد دو تا جسم رو تشخیص بدی باید یکی از اونا ریجید بادی داشته باشن. پس یه عدد ریجید بادی هم به مواد لازممون برای ساخت دشمن باید اضافه کنیم. خب حالا این دشمن بیچاره هی دنبال پلیر میاد و فقط هیت میخوره. بیایم واسه اینم یه اتک ساده درست کنیم که بنده خدا بتونه از خودش دفاع کنه. حالا این کارم کردیم و باید انیمیشن هیت رو این دفعه به پلیرم اضافه کنیم که وقتی هیت میخوره عکس العمل داشته باشه. 80-90% کار تمومه، ولی یه کار خیلی مهم دیگه مونده. تریگرایی که برای هیت درست کردیم چه برای پلیر و چه برای دشمن از همون اول بازی فعالن. در نتیجه اگه قبل از اتک کردن پلیر یا حمله دشمنم به اونا بخوریم تریگرها هیت میزنن، ولی ما فقط میخوایم زمان این اتفاق بیفته که انیمیشن اتک کردن پلیر یا دشمن اجرا بشه. اینجا چاره کارمون انیمیشن ایونت ها هستن.
توی اسکریپت های پلیر و دشمن متدای فعال سازی و غیر فعال کردن تریگرهای مربوطه رو می نویسیم و اونا رو از قسمت تنظیمات انیمیشن مورد نظر فراخوانی می کنیم. آخرش هم یه مدل شمشیر دانلود کردم و دادم دست پلیر. خب اینم از پیاده سازی مکانیک بیسیک اکن اسلش سوم شخص در گیم انجین یونیتی. حالا بریم سراغ آنریل انجین 5 که خودم خیلی دوستش دارم. دقیقاً میخوام همه این کارا رو داخل آنریل انجین 5 انجام بدم. قشنگ دقت کن تا ببینی این دوتا گیم انجین چه تفاوت‌های ساختاری با هم دیگه دارن و آخرش میتونی انتخاب کنی که سراغ کدوم بری. فقط قبل از این که شروع کنم یادت نره بازیولوژی رو سابسکرایب کنی ها. با من همراه باش. آنریل انجین رو باز میکنیم و یه پروژه از تمپلیت سوم شخصش میسازیم. خب الان کاراکتر کنترلرمون آماده است و باید انیمیشن شمشیر زدن رو وارد آنریل انجین کنیم. بعدش از انیمیشنمون یه انیمیشن مونتاژ باید بسازیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم. بعد مدل شمشیرمون رو واردش میکنیم و با استفاده از ویژگی سوکت که منحصر به فرد آنریل انجین هست و تو یونیتی نداشتیم اونو به دست کاراکترمون اتچ میکنیم. بعدش با استفاده از بلوپرینت آنریل انجین که شدیداً کار کردن باهاش باحاله و حال میده میگیم اگه دکمه چپ موس کلیک شد انیمیشن اتک کردن رو پخش کن. نمیدونم دقت کردی یا نه ولی تو آنریل تا اینجای کار اصلا نیازی به استفاده از سیستم انیماتورش نداشتیم و به راحتی آب خوردن فقط با استفاده از نود پلی مونتاژ انیمیشن رو پلی کردیم. قدم بعدی اینه که یه کاری کنیم شمشیرمون به دشمن برخورد کنه. توی یونیتی این کارو با تریگر انجام دادیم ولی اینجا از لاین تریسینگ استفاده میکنیم که سیستم خیلی دقیق تریه. با لاین تریسینگ از بالا تا پایین شمشیر یه چیزی مثل ریکست ایجاد میکنیم. نکته جالبش رو تا الان گرفتی یا نه؟ لاین تریسینگ بسته به نوع انیمیشن متغیر و مثل تریگر یه چیز ثابت نیست، پس از دقت بیشتری برخورداره. حالا کاراکتر دشمن رو ایجاد میکنیم و میخوایم براش یه هوش مصنوعی ساده درست کنیم. به راحتی آب خوردن فقط با یه نود میگیم که پلیر رو تشخیص بده و به سمتش حرکت کنه. خب اینم از این، ولی دشمن هنوز انیمیشن راه رفتن نداره. این قسمتش یه نمه یه کوچولو دنگ و فنگ داره که باید حسابی حواستو جمع کنی، مخصوصا اگه دفعه اول داری با آنریل انجین کار میکنی. باید براش یه بلند اسپیس بسازی که از حالت انیمیشن آیدلش به انیمیشن راه رفتنش بره. بعد بلند اسپیس رو تو قسمت انیم گراف دشمن وارد کنی و براش یه متغیر از نوع اسپید تعریف کنی تا با توجه به سرعت کاراکتر انیمیشن رو ست کنه. بعد توی ایونت گراف بلوپرینت انیمیشن کدای لازم رو برای گرفتن ولوسیتی کاراکتر موقع حرکت بگیری و وارد متغیر کنی. نتیجه این به صورت خلاصه میشه این که متغیر اسپید داخل انیمیشن بلوپرینت با متغیر اسپید داخل بلند اسپیس کاراکتر دشمن یکی میشه. در نتیجه با توجه به کم و زیاد شدن سرعت کاراکتر کی فریم های انیمیشن آیدل تا راه رفتن که توسط بلند اسپیس ایجاد میشه پخش میشه. خب حالا که میتونه راه بره و به سمت پلیر بیاد انیمیشن اتک کردن هم بهش اضافه میکنیم و با استفاده از بلوپرینت بهش میگیم که وقتی به پلیر نزدیک شد اتک کنه. خب اینم از این، دقیقاً همونو پیاده سازی کردیم و الان دیگه باید یه دید کلی نسبت به پیاده سازی مکانیکای بازی داخل این دوتا گیم انجین فوق‌العاده داشته باشی و دیگه از اینجا به بعد انتخاب با خودت که میخوای با کدوم کار کنی و با کدومش بیشتر حال میکنی. امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه. حتما نظرتو در مورد این ویدیو برام کامنت کن. راستی یادت نره بازیولوژی رو سابسکرایب کنی.
نکته مهم بعدی اینه که ویدیوی دومی که در مورد همین ویدیو تغییر ساختار گیم انجینای یونیتی و آنریل با هم دیگه توضیح دادم حتما ببین، چون یه مکمل فوق‌العاده برای این ویدیو محسوب میشه و دیدنش واقعا واجبه.